3 تا رب خونگی جایگزین رب گوجه. سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشین. شمایی که درگیر پسوریازیس و اکزما هستین حتما با این قضیه مواجه شدین که زمانی که از گوجه یا رب گوجه صنعتی استفاده میکنید باعث میشه التهابات و خارش پوستتون تحریک بشه و بیشتر بشه. من میخوام 3 تا رب خونگی بهتون معرفی بکنم که خیلی راحت و بدون دغدغه میتونید توی غذاهاتون استفاده بکنید و جایگزین رب گوجه بکنید. رب به، رب آلوچه و رب انار. رب انار به خاطر اینکه آنتی اکسیدان فوق العاده بالایی داره و همینطور خاصیت ضد التهابی داره، به شدت میتونه براتون مفید باشه. شما توی کامنت ها برام بنویسین از چه چیزهایی توی مواد غذایی استفاده میکنین که آسیبی بهتون نرسه که عزیزان دیگه هم استفاده بکنن. اگه درگیر بیماری های خود ایمن هستین جدی بگیرید بیماریتون رو و به صورت اصولی و ریشه‌ای دنبال درمانش باشین. از طریق دایرکت میتونید با ما در ارتباط باشین و یه مشاوره تخصصی و رایگان و یه بهبود ریشه‌ای رو تجربه بکنید.